یکی از مشکل ترین مسابقه این آخرین فینالی که من در PFL جنگ کردم، در آنجا خیلی من عذاب کشیدم به خاطر که سلامتی هم خوب نبوده، نتوانستم چیزایی که دارم، اصولهایی که چیزایی دارم نشان دهم خوب. All for your winner by unanimous decision and the 2021 PFL Lightweight World Champion, Hosh Menfield! قریب که تمام آدم‌ها یک جای شکست خچه دارند در زندگی. البته هست این خیلی چیز حالات بسیار هست که مقصد یک خیلی چیز میکنه که راهی رفتن خطا نمیدونی، نه که فکر میکنم اگر که خاراکتر قطعی مثل خاراکتر سخت باشه بلگذاره خیلی آدم‌ها تو نبرات موتیواسیون میگیری، برای که تو میدونی که اگر تو عقیب نشینی این نبرات آدم‌ها خرسان میشوند، این آدم‌ها میگن هر مثلا فکرای خچون بعد میگن در نبرات برعکس اینا خرسان میشه. برای این باید تو پیش برای که مقصد نمانی که ویا حق براینده. سال 2019 وقتی من با فینال برآمدم، هم خیلی تصور کردم که همین جنگ ما اگر ما بگذارم ما علاقه در فینال میشم. همین خیلی موتیواسیون خوب بود که ما با یک احساسات جنگ کردیم، نه بدون ترس، بدون یگان فشار، هم خیلی چیز جنگ کردم. کریس وی قطعی بود، یکی از ورزشکاران خوب امریکاست، شخصا در PFL. پنجاه درجه همین غالبیت از باوری پیدا میشه. در تمرینگاه چقدر آزاد است میکنی، باوری قطعی جنگ میکنی، تماما دیگر خیلی جنگ میکنی. در وقتی که کم کم ترسیدی و یگان هرچی فکر کردی فشار خیلی چیزا، بعد خودت نمیدونی چه خبر گم میکنی، اما اصولایی که میدونی یا که چیزی که میدونی نمیتونی 100% نشان داده. سفر دارم، نقشای ما نقشای مثل کلانه تانسی خوبه که با ما افتاد، ما او را باید حتما استفاده بردن در کار.